این خانم کهنسال با آریانا سعید چی کرده است؟ چهره جدید آریانا سعید در کنسرت سویدنش. آریانا سعید چی مقدار پول از کنسرت‌هایش درآمد خواهد کرد؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند محبوب، مطرح و ناماشنای افغانستان و یک شهرت هنری خاص در میان هنرمندان افغانستان برخوردار است. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندانش کسب کرده است. آریانا در مدت بسیار کوتاهی توانست به اوج شهرت هنری خود برسد و توانسته تاکنون نام هنری خود را حفظ کند. آریانا سعید برای چندین بار متوالی در برنامه‌های رقابتی ستاره افغان، ابر ستاره و صدای افغانستان من حیث داور و یاور همکاری داشته است. آریانا در داخل افغانستان کنسرت‌های بیشماری برای علاقمندانش اجرا می‌کرد و پربیننده ترین کنسرت آریانا سعید در افغانستان در ولایت زیبای بامیان می باشد. آریانا سعید در اصل تابعیت کشور انگلیس را دارد ولی وی در کشور ترکیه زندگی می کند. آریانا هم ساله کنسرت های خود را در سرتاسر جهان برگزار می کند و جدیدترین کنسرت آریانا سعید قرار است در کشور سویدن برگزار شود. آریانا سعید استقبال گرمی از طرف افغان‌های مقیم سویدن شده است و بلیت هر کنسرت آریانا سعید بالای $200 آمریکایی می باشد. آریانا سعید در یک کنسرتش بیشتر از 5000 نفر اشتراک می کند و درآمد آریانا سعید از هر کنسرتش خیلی بالا می باشد. آریانا اولین هنرمند افغانستان است که کنسرت‌هایش به سطح جهانی برگزار می شود. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود بالخصوص بانو آریانا سعید داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار بدید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.